سلام كمسك الختام. پدر جان، طهارت چی اهمیت دارد؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. فرزندم، طهارت بسیار اهمیت ها دارد. اول اینکه طهارت ما را به عبادت آماده می کند. پیش از همه عبادت ها، مثلا پیش از نمازگزاری یا خواندن قرآن، ما اولا آمادگی می بینیم، یعنی طهارت می کنیم. با طفیل طهارت ما پاک شده در نزد الله تعالی می ایستیم و کوشش می کنیم که محبت و خوشنودی او را به دست آوریم. دوم، طهارت ما را پاکیزه نگاه می دارد. در دوام روز معلوم است که بیش از همه پنجه های دست، دهان، بینی، روی و پنجه های پای افلاس می شوند. به سبب طهارت ما در یک روز یک چند مراتبه این عضوها را شسته از میکروب ها آزاد می گردیم و از بیماری ها امین می مانیم. با واسطه تازگی ما سلامتی، خرسندی و آرامی را به دست می آوریم. تازگی دهان نیز برای بهداشت سلامتی خیلی مهم است، چون که دهان یکی از جایهای دوست داشته میکروب ها می باشد. شستن دهان هنگام طهارت تازگی دهان را در دوام روز نگاه داشته مانع انکشاف میکروب ها و بوی بد دهان می شود. سیوم، طهارت کار سیستم گردش خون و عصب را خوب می کند. اساس سلامتی کار معتدل سیستم عصب و گردش خون می باشد. شستن عضوها هنگام طهارت کار سیستم های عصب و گردش خون را به اعتدال می آورد و سلامتی بدن ما را مستحکم می نماید. چهارم، طهارت روی را زیبا می گرداند. طهارت مانع پیدایش آژنگ ها می گردد. بنابراین روی شخصانی که طهارت می کنند روشن و گشاده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده است که در قیامت او ما را از رویهای با طهارت روشن شده امان می شناسد. پنجم، طهارت دل را از حسیات های بد پاک می سازد. ما در وقت طهارت یاد الله تعالی می کنیم. ما از شیطان دور شده به ملائکه ها نزدیک می شویم. یعنی طهارت ما را از گناه حفظ نموده دل ما را از فکر و حسیات بد تازه می نماید. ششم، با طهارت گشتن خود عبادت است. هر دقیقه که ما با طهارت هستیم از گناهان حفظ بوده در داخل عبادت حسابیده می شویم. اگر ما در وقتی از دنیا رفتن با طهارت باشیم، این مرگ هنگام عبادت مرتبه مرگ شهید را دارد. این طاعت بزرگ الله تعالی است. این بود درس امروزه. منتظر درس های بعدی باشید. نوار و به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا میکنید. این را فراموش نکنید که دستگیری شما سبب پیشروی کانال است. پس به کانال آبونه شدن را فراموش نکنید. الان زیاده از 80% تماشابینان به کانال آبونه نشده اند. به کانال ما آبونه شوید چون دستگیری شما پیشروی ماست. نیت داریم انشاءالله تا ماه شریف رمضان اعضایان گروه را به 15,000 رسانیم. پس به کانال آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.